امین آرمور 5 بگو چند؟ 2,300,000. نه بابا خودش دیگه دست میزنن دیگه. آها اومدی عزیزم. آره بیا چه رنگی کنم توشو؟ توشو بی زحمت این درشو میتونی وا کنی؟ آخه نمیبینم. باشه حالا سب بده تو رنگ بدیم تو دست دوزی. نکنه. آره رنگ دومشه اگه پیدا نکردی، چون باش دیشب پیدا نکردن. باش بیا آره چه دست رنگی درد بکنم نکنه. توشو؟ ببین قهوه‌ای بذار در تیره ماشین تو میخوام باز ببینم. کنم. آره دمت گرم. باشه بانش کم بده. نمیفروشی اینو؟ اینو نه والا من اینو خیلی دوست دارم تو واقع، چه یعنی بازه؟ خارج شهرم خیلی دوستش دارم. دوستش داری؟ مطمئنی؟ مطمئن باشم؟ مطمئن باش. خب اوکی لا همین اپتیماتو دمت. نمیفروشی الان؟ اپتیما هم میفروشم. با لکسوس عوض میکنی؟ بس والا نمیشه نه داشته والا. باشه یه رنگ جان بگو که بشه. اول گرنجو بفروشم چون گرنجو خوبی. خیلی خوبه خوب آجی. رانه. خیلی خوب عالی شده عالی. خیلی خیلی خوب شده. گرفتم واقعا شیشه ماشین دودش. خوبی داره. با هستش. مزدا این خوبه 5 اینو بندازم چجوریه؟ فعلا شیشه دودی تو خوب دعوت کنی. شیشه دودی رو میتونی ست کنی بی زحمت. اونم صد خیر نمیتونستش. مجوز داری؟ مجوز نه این مگه قبض صده نمیزن. ولی نه اه. قبلا میشد داری الان نمیشه. چیکار کنم؟ اه. شیشه دودیت اینه خب توشو میبینی؟ اگه میبینی همین باشه. نه دیگه الان بزن رنگ توشو. الان میبینم. اوکی، الان میبینی چه رنگی کنم؟ خب ببین این مثلا آها الان آبش. میبینم. نه بابا آبی چیه، قهوه‌ای تیره میخوام. باش بیا در ماشین تو بکن. صدا فوتبال میاد. بیا. خوبه آها ببینم یه دونه رد کردی الان، یه دونه قبل. این آها همین رو بی زحمت اگه بندازی دیگه دیگه. خوبه دیگه بنظرم یه چیز چیزی خوبیه. بزن بعد باش. چیز سایه خوشگله بدنه توش. قهوه‌ای تر خب نداره، قهوه تیره. سایه مثلا مثل رنگ توشو الان یه دقیقه میاری بذار بی زحمت. قهوه‌ای مثلا این خوبه نه این نه نه. قهوه تیره میخوام. قهوه تیره حالا باید پیدا کنم باید بگردی. دمت این گرم. خوبه یه لحظه صبر کن قهوه ببینم. تیره است دیگه. چرا ببینم ماشین تو قهوه‌ای نمی کنی؟ باش قهوه تیرش چجوری میشه خودش، یعنی اینه بدنه. رنگ دیگه چشاش داداش تو چیکار داری؟ قهوه این خوشگل هم هست مثلا این سایه الان روشه. چرا هستم جانم هستم. کاستومر این خوبه بی زحمت. همین جونم مثلا تیره جونم. تر از این هم هست ببینم. عرشه چطوری؟ بیا نه اینه از تیری موتور اینا تر رو از نمیتونیم چک این کنیم، باید اینه ببریم مینیشو. نه همون قبلی که میدونم مثلا آورده ای نمیشه قشنگ منوشو هست. باز کرد، به این ما گفتن که منوشو باز نکنیم. این آها همین بود. میشه آره ولی این به ما بزن. بود. گفتن باز این نکنیم. نبوده. شرمنده است. همین بودش یه بار دیگه بیار حالا اشکال نداره پولش کم شد. له شد بیچاره بابا. یه بار دیگه قهوه ها رو بیار. چطوری عرشه؟ یه ریپر واسم بزن. خب خوبی؟ بیا صدات نمیاد. داداش باشه سب بده ببینم بیا این خوبه یه لحظه صبر قهوه کن. واقعا نه بگی خیلی قهوه یه دونه آورد یا من کم میرم این کدومش اوایلش بود. خوبی جانم. یادم نمیاد قهوه این سوخته بود فکر میکنم. یا آها هم قبل رد کردی قبل این این توصیه بود فکر کنم. آها این نه اونم نه. نه یکی برو عوض کرد. این اینه. آها همین بود. آره دست در بیا نکن. آره آره. قبض دمت خودم گرم. بزنم بیا قبضش هم که برام بزن. 5 پرداخت کن حله من الان میرم پولم بریزم بانک. جانم های شیزو دمت گرم. من یه 5 6 تا چیز شاید 7 8 تا ماشینه میخوام ریپیر کنم. بریم نه ارشیا میاد دیگه. دوست داری یه تعمیر هم بگو که میتونی نیاد برام بس. بزنی بی نه الان زحمت. نه من میخوام الو برم ارچیا تو میبرم میزن رادیو ارچیا تو میتونی چیزه بهش بگی الو که نیاد. ارچیا من با آقا شیزوکو میرم دیگه صدات ماشین کم ریپر بگو. میکنم بریم نه نه خب بذار من چیز فول کن. کنم آره شیزوکا آره. جان. اصلا شیزوکا آف جان دیوتی کرد یه رفیق منم میاد، اونم بیاد بریم با هم. خوشگل کلا که 2 نداره. نفر جا داداش داره یه میتونی زحمت دیگه بغلش صبر بکشی میکنم میگم برام. بهش بغلش میکنم. آی شیزوکو با اون آف دیوتی کرد منو ببر من نیاز دارم نه من هیچ میرم فرقی من برام میرم نمیکنه. من فقط میرم میخوام من آره ماشینام میرم آقا ریپیر شیزوکو شه. بش آقا شیزوکو بش آقا شیزوکو میرم بش میرم صادق آره میرم بابا من. باشه آقا شیزوکو بشین بریم چرا این ورش خب چیز خودت بشین. بابا لایو تو قطع کن. لایو تو قطع کن پینگت خرابه.
صداتو نمیشنوم که فوتبال ببینم. 7 داشت. هرشیا خیلی چطوری؟ جیبت. نوکرم خوبی چاکریم آقا اگه آن دیوتی یه رنگ اینو سایش رو درست میکنی؟ چش فقط دست الان دارم. کاستوم زد باید بری 20 دقیقه دیگه بیای یا اوه ای بابا راست آره میشه الان یه بار آخه اومد نه بیرون میشه دوباره میشه ولی لاگش مشکل داره اه. مکانیک باشه نیست در حال حاضر ایزان دمت گرم مرسی قربونت فدات شم. شبت بخیر میام پس آقایون هرشیا ترسوه آره بله آمدم بشین بپر بالایش ماشین حراجه ماشین حراجه ماشین حراجه ماشین حراجه پرادو فروشی ماشین فروشی برادر پلیس ماشین میخوای یا حسین اوک برادر پیری ماشین میخوای یه ذره تعارف توی نکنم. گلوی این بنزین بری نه ماشین حراجه ماشین حراجه پرادو تو هم حراجه از تو دونه دیگه ماشینای دلی به ایرانی من سنگ حراجه سبونه پرادو حراجه داداش اپتیما میای حراجه پایین اپتیما پرادو ماشینای ایرانی انواع اقسام حراجه همت کم که اومدی پایین داداش من خودم چهارصد. برای میتینگ پول میخوام انواع اقسام ماشین های ایرانی حراجه ماشین های خارجی پرادو حراجه میخوای دوست عزیز ال90 حراجه ال90 فول آرمور 5 ال90 فول آرمور 5 حراجه آقا من پولم کجا بود حاجی؟ ماشینای ایرانی حراجه بیا یه چیز اما آقا من- بخر سیت یک خیلی بدبختم بابا خیلی. ای بابا سیت کلا فقط تو داری این ماشینا رو من یه دقیقه برم الان میام ارشیا پاسات تو کی خورد ایلیا داره زنگ میزنه بیا تو گروه بله اومدم ایلیا کی زنگ زدی من داشیشم قمه چاقو چیه چرا میاری پایین کلاسو نه 900 به من داد 900 به پارس ایلیا بدهی بالا آوردم ایلیا 1,500 بده کارم نه بابا آب پریده گلوم دارم خفه میشم من یه دقیقه میرم الان میام
بازگشت زهره خانم. چی شد؟ ایلیا کو؟ تو هم همین الان اومدی؟ استاد کاریش؟ من پارکی مرکزی. پارکی مرکزی هم چی آها دیدمت. کورس میندازی؟ بذار ماشینمو بیار. آرمور 5ش اومد. بریم بیا ماشین تو بذار. ماشین تو بذار. دوست عزیز ماشین فروشی پرادو. این ماشین میخری؟ نه والا پرادو دارم خوب توپ اپتیما پرادو. اسمش سلطان ماشینه. آره نه بابا به درد نمی‌خوره. بیا بشین. چیش درستش میکنم. آخ تو سایز ببخشید شرمندت. چیه؟ چند ببین این بده. میریم درستش میکنم. دیویس 27. من دیگه اصلا نمیخرم چیز. یا علی چی؟ خیلی توپه اصلا. واقعا سرچ داری؟ یه سرچ بکن. بر نداره من رو دیگه چیزی بر نداره. ببین پیستول دارم. اوکی بر نداره خدا وکیلی. نه بابا سیره همین الان اومدم. جیگر ها چه بشیر. من جایی نمیبینم. برم توی ماشین رو ببینم. گرنجیو رو مستی و بی منم ببر استخدام کن دیگه. من خوردم. خوردی؟ کجا بایستم؟ جایی نمیبینم. یه دعویل بزن. بی من استخدام کن. من بستم. خوبه؟ یا ولش کن بابا بیا. قفه بکنی؟ چرا نمیپره این؟ تمام شد خالاها. به به بیا یه دقیقه لایو هم. بیا میخوام کاتش کنم. فقط چجوری صداشو قطع کنم همین. اسکل متا گیمینگ ما رو میزنن. چجوری بفرستم؟ اومدی؟ اینو نیا کن اول. رانندگی رو نیا کن. دیدیش.
اصلا نیا کن VDM کرد اصلا این خیالش نبود حتما. با پیشیان یا کجا دارم بره. این اسکارو دیگه. آخیش آب. حیف شده ای کاش میرفتم نوک کو همین. اینجا رو نیا کن هستی؟ نگاه اینجا ریدم نرید این ریدم ولی میتونستیم بزنیم نیا کن اینجا پیاده میشدیم باید مثل سگ میزدیم قبل اینکه پیاده شن. دیدی؟ خب VDM کرد بعد اومده بالا سرمون میخنده. من اینجا گرنجیار خریدم؟ نه خب بذار اینو پاک کنم که دیگه به دردم نمیخوره. ای وای بیا یه دقیقه دوباره تو لایو هم بهم یاد بده. بیا این ویدیو عقب‌تر بود. آره پیرادو بود اصلا. کجا بود؟ آها اینجاست. از کجا کات کنم؟ 30 ثانیه دیگه. آها اینجا خوبه. خوبه دیگه. اینجا آرش خوبه. خب بعد انتر من نمیدونستم که یا اینم نگاه من نمیم چه صداش ضبط نشده ولی صدای بازی من صدای خودم ضبط شده. اینجا یک کات بعد یک کات دیگه هم اینجا بزنم. اینجا بذار جلوتر همینجا نمیم خوبه. اینجا اصلا این سیزده آفسر نگاه که ماشین مرده. دیدی اصلا من چجوری زدم؟ خب از اینجا بذارم پارکینگ داریم میریم دنبالمونن یا عدم گانشاپ. خب یه دقیقه بایستا موبایل رو جمع بدم یه لحظه.
خب کجا؟ سوار نمیشی؟ پیاده شی؟ آها پیاده شدی؟ بیا بریم. بیا میبرم به دیجا که پاتوق خودم تو سانرایز بود. بابا خونت کجاست بچه؟ چی؟ اینجا با بی ام و می اومدم، لامبورگینی و بی ام و. روبروم هم استخر، میرفتم میشستم رو سقف سیگار روشن میکردم AFK میشد. سقف ماشین. جای باحالیه. بیا بریم اینجا. بیا داری میای؟ بالاتر نمیشه؟ نه دیگه بالاتر نداره، پر رو میشیم دیگه. اونجا ولی بالاتر داره، نیا کن. اون ساختمون نمیتونیم پشت بومش هم بریم. نه اونجا نردبون میخوره میره بالا، میره نوک نوک. بیا همینجا بریم. دستبندینا هم داری نه؟ خوبه. خب تیریم. خب از اینجا چی؟ چی؟ آه؟ خب بیا. تا کجاشو کات کنم؟ تا اونجا که من علی بلند کردم صداشو قطع میکنه. Save a copy. آه؟ چرا داری بکنی؟ داره سیو میشه. بس بله. چی شد؟ دارم میبینم دی لگت بزنم. اینجا نشسته بودم. نزن. برای خودت اینجوری بوده. آها اینجوری داری قول میدی؟ بیا اوپن فایل گودیس کود. از 100 مگ بیشتره، بعد بزنم تو اون اپه رو میگم بیا بهم یاد بده. وایس چنجر زدم. الو صدام عوض شد.
آها برای خودم اینجا نشستم اصلا. مثل میخوام صدام عوض الان صدام عوض شد. عوض شد. آه. درست شد. من اشتباهی اومدم برم تو این، رفتم تو اون. چی؟ خب ویدیو کجاست؟ ویدیو اوپن فایل اینه. اوپن اینجا چیزایی یادمه. بیا بزرگ کنم راحت تر. کیفیتش بده. بیا الان خوبه. واقعا الان بهتر شد. بذار خودم یادم یه چیزایی شد یادم نیست. ویدیو آها اینو کدوم وری باید ببرم؟ مثلا چپ یا راست؟ 22. آره بزنم چند؟ پلی کو استارت. آها چی؟ کدوم پلی؟ ها داره میشه دیگه اینها دیگه. کوری امروز هوا 12 درجه است. گرمه. همه با آستین کوتاه بیرون. کلام مرتی که کلا الان دیگه افتادم. معلومه که نه. نکن. برگرد همون بالا. ها بیا این بالا. همون بالا که بودی. ببین کجا اومدم. خب خدا رو شکر. به به. آه. الان تو که دیسکورد نیستی. گفتم همیشه دیسکورد باشی. خب 10-20 میزنن ببینم. ندارن؟ عجب اسکولایی هن. پارسا تویی؟ ایلیا تویی؟ ایلیا میدونم تویی. به به پارسا دوباره سوخت. امین مردم.
جی میزنم. مدیک بگو بیاد کمک. 576 هم. چیه؟ آها بیا پایین. همون بالا من انداختی پایین. من همون پایینم. افتادی. خب الان تموم شدین. سیف شد. آره بروزو بزنم. نه چی کجا نوشته؟ پایین نوشته بروز. ببین اومدی پایین اونجا که من انداختی. خب بیا پایین اونجا که من انداختی. همون بالا که من انداختی بپر نمیمیری. ها بابا اونجا چرا رفتی؟ ببین برو بالا که منو انداختی پایین. پایین صدا ماشین میاد. من نمیبینی این بغلم. اصلا خانم دکتر منو پیدا کرد. ببین نه اونجا که منو انداختی پایین. یادت کجا انداختیم؟ خب نه میگم یادت کجا انداختیم. دست راستم آسیب دیده. خب بابا ولش کن. بیا داره بلندم میکنه. میام پیشت بعدش. ببین اونجا که منو انداختی. نه نمیبینی. سایت رو دیدم رو زمین. میبینی خانم دکتر رو؟ کار تو سر به خاطر تو همه جونم رفت. خانم دکتر چسبم به من بزن قربون دستت. این زنه خیلی عقده ایه. همیشه 10 تا 100 تا از این اسلش دعا برام میزنه. یه رب طول میده کارو. کجا کار میکنی؟ دو با کلاواریوس که چی نداریم قرارداد. ببین بیا چیز. الان چیو بزنم بابا؟ الان چیو بزنم؟ اینجا سیو نیو. اینجا. آها خب حالا برو اینو بزنم. نه دستتون در نکنه خانم دکتر. مرسی ممنون. حتما. دارم همون درست میکنم. میرم سمت ماشین. خب الان یعنی سیف شد دیگه درسته؟ خب امین تو اسکلی دیگه. بی خودم درست میکنم. الان اینو کپی کنم. آره وحشتناک. باز سوزوندی هدفون تو؟ واه
اونی که اون شب استفاده میکردی چی شد؟ رفت. خب پارسا جدیده رو بذار، این نمیگه فقط یه گوشش سوخته. صداش بلنده یعنی؟ خب الان چیکار باید بکنی خریدی خرابه؟ یعنی خریدی خرابه پارسا؟ خراب فرستادن؟ خب باید چیکار کنی؟ همین چیکار کنه بنده خدا خریده؟ اه. وایسا یه لحظه. خب بیا تمام. یه اسکل بازی در میاری. آره دیگه. الو الو. دارم درست میکنم تازه وایس. کجای بیام دنبالت؟ یا بس. بیا خودت بشین پشت ماشین، ما بنزین ندارم. آره. اه بیا همین. آره خوبه. خوبه 200 بذارم خوبه. 200 خوبه. نه خوبه. تو گیم هم میاد پارسا. الان خوبه الان ما میشه. صدات اوکیه. صدات اوکیه اسکل. اوکیه صدات. بابا من صدات رو 70 بود الان بازم خوبه. بیا. وایسا. تو بذار شاوتینگ درست میشه. بیا بشین همین. همون دیگه. اسکلی. پارسا بگو آرمور 5 یا گرنجیور چند؟ دقیقا. 2 میلیون پارس. 2 میلیون میارزه. ها؟ چرا قانونی شده دوباره پارسا؟ آره. جان. باشه عباس. اسکال این برات چیزه اصلا اینو نمیتونی تو بذاری. من تو اون شب 2 ساعت فکر کردم. برای اینکه باید استیم باز باشه تا کار کنه. مثل بازیه. یه رانندگی نمیتونی بکنی همین.
چی پارسا؟ نترید یه دقیقه الان میام. جناد بارون به اون صورت ماهه. پارسا گفته عوض نمیکنه عوضی. مرسی استاد. صدا میاد؟ صدا میاد؟ دیسکورد بستن اشتباهی. برو یه مکانیکی ریپیر پارسا. حاج راضی هستی از ماشین؟ بسیار بسیار. الو یک تا ده بابی چند صدا منو میدی؟ داری؟ نگو هنو خوابی. من هم پارسا اتاقی. صدات خیلی چند خوبه تو ساعته که بازی. فقط رو تلفن. صدا تو بازی پارتیمون نمیشه با عالیه. علف بابا. که. تو شهر چرا نگیاری؟ نظر وقت تلف شه. و کپ پاچید. دوستو آجی. کلی کشیدم واسه همین یه بی بشین. خورده. پارسا وایسا همین سوار شدیم مکانیکی. پارسا برو میکاره. اینو بریم میکنی. پرادو عراجه. پرادو اپتیما عراجه. پرادو اپتیما. دنا عراجه. دنا دنا آقای پلیس جان اینا که دستشه جان. میتونم برسونمت؟ نه پرادو دنا ای بابا آخه اپتیما خوب عراجه. دافی هستی. رونمایی از ماشین جدیده یا پارسا؟ بابا پارسا چیکار میکنی؟ بابا میخوام کاستوم کنم پارسا. سیت 21 زدم. یکی زد بیا با پشمان بازی کن. به خدا. آرشام یاسین جان برکن قبضینش برکن. درست پاک. برکن قبضینش. بیا اینجا داداش. آه، شما برو کجا اونور میری راننده پارسا، برو پرشه اونور. جانم کاستوم میخوام چی میگی تو؟ بابا پارسا مکانیک نکن دیگه. بذار ما کاستوممونو بکنیم. پاچه خاری چی؟ خب یارو نمیاد کاستوم بزنه. تو با همه اینجوری حرف میزنی اونا نوکرت که نیستن بیاد کاستوم بزنه. آره میگم پرداخت کن نگفتم که بیاد تو قبض. پاچه خاره چی اسکول؟ یارو بیکاره اون وقت بیاد برای تو کاستوم بزنه همینه گیر میدم بهت. خب کجا کدوم ور؟ رنگش رو عدد صورتی کن. صورتی لئوی. آره صورتی. وایسا نه واقعا صورتی. چیکار کنم دشمن؟ گوش کن بزن داش صورتی بزن. ماشین منه به این ربطی نداره. یه لحظه بزن ساکت باش عزیز دلم. ماشین ایشونه قبلا اومدن کاستوم. چیکار کنم؟ میگم چیکار کنم؟ خب ببین چیکار کنم اینو؟ بابا دارم حرف میزنم وایسا دیگه. سایه‌شو ماشین رو قفل کردم. صورتی سایه‌شو چیکار کنم؟ سایه‌شو رنگ بدنش کن ببینم چجوری میشه. ببین این قهوه‌ای که الان روی بدنه هست اسمش چیه؟ انگار ریدن روش. رنگ اصلی قهوه‌ایه. حاجی این نسکافه‌ش هم خوشگله ها. نسکافه بذار. نسکافه بذار. کاراملی قهوه کاراملی. اسمش کاراملیه. نه نسکافه بذار. نسکافه این سفیدش چی نه میشه؟ یه قبلی سفیدش این. وای صورتیش هم خوبه. آره حاجی صورتیش خیلی داغه. بنداز نه خوبه این.
ببین چیز کن به نظرم همون دایی، مشکیش کن ببین با اون سایه‌ای واقعا که آزرا الان به گفتی. سفیدش قشنگه آره واقعا. این حق بود و این حق حرف آزرا حقی به بود. سفیدش قشنگه. مشکیش کنم این خوبه. مشکی ببین آره سایه بعد سفید با سایه‌ش سایه هم اون سفید بنداز. یه یه لحظه دقیقه وایسا ساکت دانیال. باش. وایسا یه دقیقه. خب خواهی چی اون قهوه حالا مشکیش سایه مشکی بودش باشه؟ رنگ بدنه بودش اونو برای باش. سایه‌ش بنداز. باش باش. اینو چه ببین بعد یه علاقه‌ای بار داری به سفید قهوه‌ای؟ سفید بذار. نه این چیزه کلا گو دوست داره، گو هم زیاد میخوره نگه نباش. آره حالا این اینو خوبه، یادت این باشه، خوبه. اینو یادت باشه. اون که دو ساعت حرف زدیم اون گفتم اینه اینه آره این نسکافه اینه خب همون که اینو رو یادت ماشینه باشه. حالا سفید و سایه سفید بنداز. آقا ماشین بخوام جدید. مش بزن من نمی‌کنم چیکار کنم سریع تکلیف رو چه یکی این حرف داشت یکی ببین حرف اینو دیگه. یادت باشه. کاراملی این بود بابا. همینو میگم من همینه توسیه داداش. اینو یادت این میمونه. به درد نمیخوره. بنازم چیکار گفتی کنم؟ من هستم دیگه بیبی. چطوری نبودی، آرش؟ آرش بیا، جان. من اینو آرش اینتر عزیز. کنم این خوبه همین نه کاراملی نه یه هم. سفیدش هم یه بار بنداز من 5 میلیون پول دانیال. دادم اینو هر روز رنگش عوض میکنم جانم. دانیال شنیدم اینو میخوای بهم بدی همینطوری. آره من پارسا بوس میده ولی این ماشین رو من نه گوه بخور ماشین رو میخواد اینه. بزن به نام خوبه از این کجا خوبه این فهمیدی؟ خوبه نه بده نه همون بیاد. قهوه چیکار دانیال کنم بزن حاجی دایی خیلی خوشگل میشه. خوشگل این میشه مشکی. خوشگل میشه. نه راست سفیدش سفیدش خیلی خوشگل خوشگل میشه میشه. ببین همون مشکی شب دیدی؟ نه حاجی نه دیدی داداش؟ سفید آقا با سایه راننده سفید صاحب، سفید با راست، سایه سفید با سایه سفید میبینی به حرف من سفید هیچ کی گوش ترین نمیده. من اصلا سفید قهر ترین میکنم. سفید رنگ موهای این پیری بیا خوبه این سفید ترینه دیگه سفید ترینه سایه‌ش هم همین رنگی بی زحمت سایه‌ش هم بکن. سفید خب دست در نکن فقط یه همون. ریپیرم اگه برام بزنی که با. دیگه لطف ماشین می‌کنی. خاره ماشین آره آره دیگه این داشت راننده اینجا بوده قبض تو هر رو بزنی خب یه رنگ ثابت بکن دیگه بس کن. بیا اینو پرداخت خب کن من پنجه خودم که قهوه‌ایشو دوست داشتم ولی خب قهوه انی دوست داری نه قهوه سوخته آها داشت راستی شیشه‌ش هم ماشین مشکی میگیرم. میکنی برام شیشه 100% نمیزنم الان چقدر باید بدم باید میکنی مجوز داشته باشی نمیشه داری راه یا نداره 100 راه به خودت نداره. بدم تو 1 میلم به من بدی من نمیتونم بدم اه. آره چرا مجوز از خوشگل میشه این درش قفل کن بیا درش قفل بیا یه رزه بعد یه جان. چیز اوسی خدمت رو عرض کنم نمیتونم چرا بدم جانم دیویسکی بده جی من برات بزنم میزنی دیویسکی این رفیقمه این اوکیه نگران نه داداش میگم 200 کی اگه بخوای حل برات بزنم باشه ولی من نه میگم اگه بخوایم بزنیم 200 کیه خب کد ملی خودم چنده نمیتونم داداش میگم نمیتونم اخراج میشم به خاطر یه شیشه دید نمیتونم نه بابا چیزی ریسک نیست کی نمیاد. میخواد بفهمه نه نمیفهم کسی نه بابا لاگش بده نمیاد جواب. وایسا دارم شیشهشو سد میکن بیا عزیزم کجا هیچی نکردم نه بابا. کجا خب دارم میگم کجا حرف نمیزنی که ماشین آره یارویی دارم. بزن روی این یه کارکیلم بزن چش خب دوست عزیز شما شمارت به من بده من هر بله وقت بذار ماشین کاستم 590 کنم حتما 590 بعد میام پیشت دیگه الان باش حتما دارم بزن میرم 590 جایی اوکی عزیز لحظه. بزن 590 یه لحظه دیدی؟ صبر کن مسیر سارا کدوم لیبری بازم اسمش ماشین چی شد؟ ماشین کو بردن هستش کو ماشینم؟ چرا ریدم خب دیگه؟ 590 92 58 برکن آخ یعنی چی؟ سلام هانا خانم. خب نه چند 590 شد؟ 92 یه 58 نفر رو فوش دادیم بچه بیچاره میگه من درسته. ترسیدم توی این ازش. ماشین نشین توی این ماشین اومده درسته زده ماشین عزیز شما رو. کجا رفت آره پای اوکی، میگه واسه، میترسم واسه. ازش. درسته واسه. 590 92 58 58 حل کاملا اسم مثل سگ صادقم کوچیکه مزرچری مسخرهشو آقا اوکی. اوکی یا یه قسم لحظه زدم گرفته میگم دیگه. چیزی چه خبرته با این سرعت داری چیز چش. می‌کنی؟ بابا شما اعصابتو خورد نکن، شما پولدار شهری دیگه، من اصلا سرمایه‌دار شهر شما. خب دارم میگم درست رو نداری کنی چه ربطی هرشیا جان داره؟ موفق باشی قربونه فدات شم. چاکریم اگه باز دیگه از عرشه موفق تر کی میخواد باشه؟ والا شما که از ما موفق
بابا کجا رفتی پارسا؟ بله اصلا دیگه پارسا یا اول خدای زد. کجایی پارسا؟ ماشین پلیس خوب امین ها؟ با کی؟ آها الان با چی بزنم؟ خب رویر بزرگه آها دیدم هایلوکس پیدی امین بیا دستاشو واکن بریم ای بابا چی شده؟ آقای پلیس یه لحظه میشه بیای ببخشید یه لحظه سوال شخصی داشتم اسپویلرم که زدیم نه دیگه تمام شد موتوریش بخواید موتور بگو چی پارسا چی شده؟ بدنت 900 کیه جعبه دندت مکسش آره همه مکس مکسش 4 یا 5 بدن 5 جعبه دندت 232 عزیزم توش پرنده پر نمیزنه چیزی پیدا کردی بردار برای خودت برو نبینم مرسی خدافظ توربوت هم 300 دوست دارید میشه بنده تو پارکینگ برسونی؟ آره عزیزم بشین بیا باز شد؟ در ماشین مزرفتو واکن ممنونم اوکی دیگه میگم لئو بابا بیا بالا 200 که به یارو دادم شیشمو سد کنه صاف لئو اومد مکانیکی برو داداش آره هلو بابی صدا منو داری؟ نگو الان خوابی پارسا یه ماشین بیار بذار جلو در که کسی نتونه بیاد بالا جون بادن جون آقا مرز خانوم زیر کرد مرز جان ارشیا وایس ارشیا جانم ارشیا آودی تو بند و بساطت نداری؟ عادی کدوم عادی؟ آودی کو ماشینت؟ همین بی چیز یه دونه امین دستم بود که اونم فروخته رفته آره. عادی دورنگه ندارم در حال حاضر ای بابا چی داری؟ 4 خورده ایار داری؟ چه اسپید نداره یه جوری بکشونش پایین ای بابا همه میان پول آرس 3 4900 نمیدونم جانم الان درسته دیگه میتونی قبضتو بیا من دزدیدم بیا پایین ملعون بیا پایین بچهای پایین موقعیت رو برو آیه یاسین صادق جان الان کی میکنم نه یه لحظه ماشینم جلو در خاموش شده میتونی بیای آره الان دمت گرم نه دیگه ولش کن همون بالا میریم برام آره اونو ولش کن آره دیگه ولش اون جریان رو بهتون اوکیش هم کردم دادم حله ولش چک کن آره من چون یکم دردسر داره چرا؟ بله میگم دردسر داره آقا اینم ماشین ارزش ای نداره بابا ماشین جلو در خراب شده ماشین چه شکلیه؟ اوکی دوباره ارشیا جمع آیا پولمو پس داد یه دردسرش خیلی باید نمیدونی چه شکل امین آقا امین صدا تو بستی یه دقیقه صدا تو پست کن صدا تو بستی میوتی دیسکورد میگم که کسی رو نمیشناسی بزنه شیشه بلد نیستی تو شهر باشی چرا الان دارید نمیدونم از خونه بالا تو باشه من نمیدونم چی؟ موقعیتی نیومده آجی موقعیت به موبایلت ارسال شده SMS تو باز کن بله فهمیدم به موبایل چرا باز نمیشه بیا یه بار بذارم پارکینگ سیف شه بدم بیا همین حاجی ریپیر کنم برات نه همون چیزی میخواد دانیال اون شماره منو داری چیه به من یه دونه چیز کن پارسا جونم چیزو دارم آودی پیدا کردم 7 داره میده فول 7 فول همون 4900 آره الان بری ببینیم داداش من یه پیشنهاد الان که دست بال پول ندارم ولی وایس 5 دارم صادق ببین جانم
شماره اشکانش کنه 4 زدی هم مزفر نمیتونم. 7 یه بار دیگه بگو، یه بار دیگه بگو. پس من 2 میل جور کنم بیام بگیرم 2 میل؟ آها منظور 5 الان داری آره؟ آره اوکی بذار بهش الان میگم. اوکی عشق من باید زنگ بزنم پس مرسی. 5 میل از کجا داری تو؟ بعدایی قربونت خدا. قربونت خدا. تو بیت کوین به قیسی بگیری؟ الو حتی من خودم میام. توی شمایی؟ آره. از لفف اوکی داشت اوکی. خب پس نمیتونی یعنی بعدا؟ الان نه والا به خدا بعد اصلا برای مسئولیت داره. من تازه این شغل رو گرفتم بشم نیاز دارم. شرمندتم. اوکی. آره ببخشید ولی ببین یه کاری کن. بهت میگم به چیکار کنی. بهت میگم حل کسی رو نمیشناسی که این کارو انجام اصلا آخه این کارو انجام کل مکانیکی از طرف پیدی اومدن گفتن. خب من این مسئله آیسی اوسی نیست. حالا میام بعد جریانشو تعریف میکنم. باشه دست شما امروز میتینگ تشریف نمیارید؟ میتینگ نه والا. آره 9:30. حالا اگه دوست داشتی تشریف بیارید. اوکی دست در نکنه. مرسی خداحافظ. بیا بغل عمو یه دقیقه همین. راست میگه. من ماشین یه بار بذارم بیام سیف شه. خیلی خوبه. خیلی خداست. یه دقیقه آزرا آرمارش بالاه؟ آزرا باید بندازی روش دیگه. نه انداختین شما؟ والا یه لول 1 دیشب کلن بود قبل طوفان. همون یه دونه رو انداختن الان. سلطان 5ش پرادو نمیخواد کسی؟ پرادو عراج. ماشین داری که دیگه بیا با هم آره بریم. آره. بچه من یه 5 دقیقه AFK میشم الان برمیگردم.
از صندوق ماشین دیگه ندیدین از کجا اومدم.
آسا به عشق تو من گرنجی رو سفید کردم. یعنی من اگر نه من قهوه‌ایشو دوست دارم. کجایی پارسا؟ دلتا کجاه؟ کدوم منطقه است؟ بذار نمیدونم. چیز کنم نگاه کنم. دوستان موروس عزیز ایستگاه بعد کجاست تجریش. چیز؟ همایش پارسا کجاست؟ بیا بالا. همایش کجاست؟ نمایش؟ پارسا بیا بالا. همایش آره. نمیدونم. نمیدونی؟ یه لحظه واسه چک. نه من میخوام واسه دوست آیندم بگم این کارو بکنه شکم بهش. پارسا داف میشه برگردیم من ببینم. پارسا بیا بهت پول میدم. بیا بشین تو ماشین من. بیا بشین تو ماشین من دوتایی بلند. بیا موهاتو ببند درار قفله بیا. نصیب هر کسی نمیشه. این چقدر لباسش باحاله ولی ها. کیفم داره میبینی؟ کیفش رو شونشه. چه باحال. سلام عطا. صدات نمیاد. عطا خوبی چه خبر؟ با فکر کردم به دختر زنگ زدم. عطا کجایی؟ همایش کجا؟ پارسا بریم کلا برداری؟ دنبال کی؟ مهرآباد؟ بیا مهرآباد یعنی؟ اوکی. 2 نفریم. خب ماشینا مال منه. یکی رکلام. چرا؟ بیا خودت بگو پارسا. بگو بگو دیگه. پارسا تو همیشه میرینی بهشون ولی نمیگی الان ناز میکنی. الان صندلیاش خوش رنگتر نشد پارسا؟ نه ماشین یارو چیزی نداره. یعنی چیه؟ اومدن بگی یا بگو شوگر دادی نمیخوام. پارسا پیر شو بودو صداتم خسته کن. بگو شوگر نمیخواد. صداتو خسته کن بگو شوگر نمیخواد. عزیزم شوگر نمیخوای؟ بابا صداتو چیز کن. راه رفتنت هم درست کن. راه رفتنت. اوکی. یه چیز سیگار بکش. سیگار برگ بکش. سیگار برگ. من کلام هم بذارم. همون خوب بوده نه؟ عزیزم خب بابا تو دیسکورد چرا نمیگی اسکل؟ کشف آمد. همین رفت آمریکا کالیفرنیا.
ای پارسا 207 تو بفروشم به یکی. آره والا پارسا اینا فکر کنم رفتن مردن. راستی موتور اینو ندیدم تا حالا پارسا. باز نمیشه کاپوتش؟ صندوقش هم چرا باز نمیشه؟ در وا میشه؟ آره پارسا صندوق عقب و کاپوتش باز نمیشه به خدا. اسکلیم بیایم مفیز پند میگو پرادا فروشی 3500. پارسا یه چک برو میخوای برم تو بکنم. تو یه افسونگری آره اومد. خب میخوام ریحانه رو استخدام کنیم میای؟ میخواد استخدام شه 4 کی فاکتور میزنه واسه چسب بزر. مگه 2 کی نبود لعنه این خانم مهربونه همیشه 2 کی میزنه. اومدن پارسا یه چیز دیگه هم هست. اومدن. دانیال جانم عزیزم خوبی؟ چطوری؟ دانیال شما؟ آره عزیزم جانم. چطوری دانیال؟ خوبی؟ پیکان تو دیروز فروختم. صبح فروختم. نه بابا اصلا نیومدی بگیریش. اون خانمای عزیز افتخار میدین بریم نمایشگاه اگه افتخارشو. ماشین هم هستن. ایونت میتینگ همین الان. ساعت چند منطقه چند؟ همین الانه. منطقه؟ همین منطقه همین واقعا که واسه متاسفم. ته فرودگاه. پارسا پرادا رو میارم بیارش. ولش کن نمیاد. میخوام از پرادا رو بفروشم بدهیامو بدم مردی که. مگه پول نمیخوای؟ بیا پرادامو بیار. نه بیا ناز نکن. تعارف نکن بیا برو. سایه این آبیه میدونم. هی میگم آقا سایه این معلوم میشه. میگه نه آقا سایه این روی معلوم نمیشه. مردی که وایسا بهت بگم کجا رفتی آخه. خب وایسا این نزدیکی هم. بذار من یه 260 که دستم دارم رو بریزم. بیا این به پمپ بنزین. بپا آروم. برای خودم نخور. 261 باریز 261 2 3. بابا بیا پشت من بیا من میدونم. تو رو خدا درست بیا پارسا. کجا میری؟ میگم پشت من بیا. بابا فرودگاه میدونی کجاست؟ برو از این وره دیگه فرودگاه. تو رو خدا پارسا واقعا اگه درست نرینی ریدم تو. میخوام میتینگ ماشینه پارسا نزن جای. کی هست؟ برامو که کاری نداریم. بیا ما رو استخدام کن پیش خودت. ما کاری نداریم. مسکولی دیگه. من فرودگاه چه زر میزنی.
آره تو اصلا الان تو میتینگی، الان ماشین هم داره میفروشی، الان داری سوار هواپیما میشی. چی؟ برم NPC هواپیما NPC بردارم. بیا با هم بریم بیاریم پارسا. بابا بیا تو باند هواپیما. آره همین. آره ها این توی پارسا. ای هواپیما پارسا بزنم بکشمش. ای NPC نیست فکر کنم. نه NPCه. وایسا تو رو جون بابات وایسا دوکی عزیزم. خلبان وایسا آقای خلبان وایسا NPC جان عزیز من جون بابات وایسا. وای نمیسته داره میزنه به هواپیما چیز به ماشینم. سوار شدم امین. اوف ببین هواپیما رو ببین. کجایی پارسا؟ بابا نمیگه که. بابا بگو کجایی همین. برو مستقیم پارسا احتمالا. یه دقیقه من الان میام. همین اسکل کردیم ما رو. همین ایسکای ما رو گرفتی. پارسا دیدم این لاستیک گنده یا اول فصل دم یه لاستیک گندم وسطش رد بشن. دیدم پارسا با هواپیما دارم. یه گوشتری
والا من اصلا لاستیکه رو دیدم افیس هم شد 40 از دور دیدم. پارسا پراده رو برو بیار بریم با هم بیاریم الان. یا ابوالفضل پارسا بیایم همیشه اینجا هواپیما برداریم. بند داره؟ من سوار هواپیما هم الان پیاده شم واقعا. وا من نمیدونستم. دیگو رفت خودش به اشتباهش مبتلع شد. خیلی حال میده خدایی. ولی هوا چتر نجات دارم. میرم بالا پیاده میشم. میبینید من رو هوا پارسا یا اول پارسا خاموش شد. چرخاش چجوری بازه بسته میشه؟ اضافه؟ نه مسافرین محترم چرا این میشه تو GTA تو پی سی نمیدون. ای وای 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 آوردمش. مسافرین محترم پرواز با موفقیت به زمین نشست. به زمین برخورد کرد. کمربند نداره چه باحال. برون کی؟ برای من نیومد چیزی فکر کنم همون جایی او میزنی ماشین مردم میتره کنی بند میکنن میفتی بیرون. بیا این آدم وایسا یه جا. پارسا نکن. بیا بغل پرادو پارک کن پارس. بابا ریدی به بدبخت آخه آروم باش دیگه. این چه ماشینیه؟ بهش میگوین آزرا. سایت 206 چیه؟ این چه ماشینیه؟ بهش میگن گرنجیو. داداش میدونم ماشین کارشاپه؟ آره جدید اومده. یا ابوالفضل هواپیما رو 5200 هواپیما رو نگاه پارسا. پارسا هواپیما رو نگاه. برای کیه این؟ نه NPCه فکر کنم. امین این سقوط کرد تو سیسیل اون دفعه. اون که من سوارش بودم. بریم بذار یه اسلش اس بزنم پراده فروشی. بیا بریم با یه ماشین. بیا با هواپیما بریم. آره بزن بابا بیا با هواپیما میریم هم. نه بابا چی بند داره بابا بیا بریم بابا. اینا سوسولن. بیا پارسا بزن الان میام سوارت میکنم. بیا ببینید کجا بیا. کجایی پارسا؟ بیا سمت لاستیکه. بیا پارسا بیا نگران نباش. بیا سه سود میبرم. مال خود من باش خودتو بسپار به دلم قلبمو میدم جاش. آهنگ باید کن خز بدجوری میخوام. نارنجی چیه بابا بیا دیگه هم لاستیک. ببین این چیزا ببین چجوری بهت بگم. این
نارنجیه؟ اوکی عالیه جد. با ماشین که نرفتی ایشالله. واقعا داری تکو تو نگو تو توشی. پارسا پشمام. پارسا دمت گرم. من بیا پارسا بن ابدی شدی. وای بریم چیز پارسا پایه‌ای بریم به دست. نه خدایی نه بریم یه دفعه تا نوک شهر بیایم. یه من سوار کن وایسا. من فقط پارسا نمیتونی وایسا بعد نمیتونی بلند شیم. بذار خودم میام که بتونی اوج بگیری پارسا. پارسا FPS هم شد 25. الان نبند خراب نشه. حالا هیچی نزن. بابا پارسا میبینی دارم میام. کجا رفتی لامصب؟ بذار این هواپیما مشکیه رو دوباره بردارم بیام تا اونجا. FPS هم دارم میام سمتت پارسا داری کم میشه. چجوری میخوای پرواز کنی؟ خب اسکل پارسا خدایی رو هوای چنج سیت بزن منم یه تست بکنم. من تا حالا آرزوم اصلا پارسا بچه بودم همیشه میخواستم ببینم میشه این هواپیما گنده رو سوار شده. متاسفانه نمیشد. نه بابا امکان نداره. حداقل یه دونه فرست پرسون کنم بغلش چجوریه صندلی داره. یه حداقل 2 نفره یا 3 نفره که هستی. دارم میام. کجایی؟ آهان دیدم. من خیلی نزدیک باشم تو. 2 میشه. یه 3 هم بزن ببین میشه. وای نمیسته. آتیش گرفتم یا اول پس خاموش شد. وایسا جونم پرشه میتونم باده. 200 کی پارسا یه فکری برای کاردیلری کردم ولی حیف که دیگه داره تمام میشه کار. همینجوری اف رو بزنم. آها سوار شدم برو. اوه پشمام. آره برو واسه گاز بده. ویندوز جی کن یا اول فصل. پارسا برو. ماشاءالله خیلی بالا نگیر یهو چپ میکنه. خیلی بالا نگیر. نم برو. ماشاءالله صدای کی اومد؟ پارسا چرخا رو حالا بگی بالا. ویندوز جی کن پارسا. راحت بریم. خب ویندوز جی کن همیشه گاز بده دیگه. فقط چه خوب. پارسا یه ذره 5 رو بزن بیایم بالا. بگی بالا نوکش. بگی بالا. به پارسا الان از این پشماش بگی بالا. سر بگی بالا تا میتونی بگی بالا. کوها رو رد. نه پارسا نرو پایین. خدایی ببریم یه ذره دور بزنیم باش. بعدن اگه خواستی بگی بالا. فعلا سرش من FPS هم اوکی شد. یا رادیو داره. اوف بابا با گوشنمه پارسا. فدای سرت اگه من خیلی تنها. فدای سرت بکن با هواپیما پارسا تو اوج آسمون چیز گوش کنی. کامران اومد. فدای سرت. نه بابا فدای سرت اگه باید چشمات. فدای سرت. بیا یکی دیگه هست. واسه بگه بالا. چی؟ نه آره میخوای بزن ولی پارسا خدا وکیلی یه فرودگاه اینجا اگه میتونی به بدبختی فرود بیا. منم یه دور باش بزن.
سمت راستمونه فرودگاه. بعد بری از ته اوج بگی. جیر نمیشه وارسا. بعد بری از اون ور دور بزنی. زیرمونه فرودگاه. وارسا جوری با. وارسا نگو ترمز گرفتی خاموش شدی. بنزین؟ بگی راست. بگی فرودگاه فرود بیا دیگه. بابا پارسا برو مستقیم دور بزنی ولی نمیتونی فرود بیای و ارتفاع کم کنی. برو دور بزن. برو مستقیم. همینو برگرد. پارسا بگی بالا من نمیخوام بمیرم ها. 5 بزن پارسا 5 بزن. خدا وکیلی از دستش ندی یا پارسا. من تا حالا سوار نشدم اینا. نه تو جی تی ای نه اینجا. دور بزن دیگه خوب. نپر بریم تو کو. 5 هم دیگه دا 5 او گاز بده 5 هم نگه دار. گاز بده 5 من نمردم. پارسا خیلی اسکلی ندادی من یه دور بده. بنزین ند سینک بده. ریپورت ندی بگی یه موتور بده. جیو که نزدی. پارسا بالشو. جونم خیلی کمه. جانم عزیزم. داداش بگی همین پرادو من تستش بکنم چجوریه؟ پرادو حتما من میتینگم فقط اونجا. میتونی بیای اونجا؟ کجایی عزیز؟ چه بسکولیه پا. فدای سرت اگه من خیلی تنها. فدای سرت اگه گریون چشما. فدای سرت. فدای سرت اگه گریون چشما. فدای سرت اگه میگوزه هر بار. دوست عزیز کجایی؟ نگفتی. داشت قرد شدی کجایی؟ آره میگم کجایی؟ بیا من میتینگم اگه میتونی بیا میتینگ. من میتینگم جای ماشینتم. اوکی من الان تا یه 2 دقیقه دیگه میام. سلام دوست عزیز خوبی؟ اوکی الان میام. خدا دوکی تو رو خدا اینو بدون کارهای اداریش انجام بده. صدات هم نمیاد. یه سرفه بزن. میدالم. آره دست در نکن بابا. ما هواپیما برداشتی بودیم اینجا سقوط کردیم. بنده خدا ترکی. من جان سالم به در بردم. دوکی میتونی ما رو تو پارکینگ برسونی؟ دکتر اوکی باشد. دست شما در نکن. بزنم ماشین رد نمیشه اصلا خودم بگیرم. این سگ پر نمیزنه دکتر. امین چی بود هواپیماه؟ دیدیمون بلند شدیم. این پارسای اسکل رو هوا بنزین تمام کرد. سیت نداشت 2 نفره بود. میخوای بیای؟ داریم میریم یه دونه دیگه برده. داره بلند. دست شما در نکنه دوکی. لطف کردی. قربان شما. ما رو ترکوندی دیگه. چی ببینه؟ نه هستش. ندید. باشم میرسونه. دست در نکنه. شغل شما چیست؟ بگو بزن. من بیکار. سیب میقالی؟ نوینگو میقالی بیا. سیب میقالی پارسا؟ من تا پارکینگ میتونم کنم. دست شما درد نکنه. نمیتونی یا میتونی؟ نه میتونم. میتونی. آره حل. فکرم میگی نمیتونی. میقالی؟
ناینقه میقلی ناینقه ناهنگی میقلی ناینقه میخوری؟ کیف میخوری کیف کفش زیرمون آدم پلیسه. چند تا داریم میریم دوکی؟ الان 150 تا 227 رو میره؟ آره به 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 چرخش به چرخ تسترایومون نشه دست شما در نکنه ما همینجا پیاده میشیم پیاده نشین اوکی نگاه ما هیجان داریم. مرسی دمت گرم. چرت میگه بابا. پارسا مشتری برای فراده پیدا شده میگه بیا تست بکنم. پارسا خدا وکیلی این دفعه من میرونم دیگه. تو روندی. من میخوام خیلی دوست دارم اینو برونم این دفعه. هواپیما رو هواپیما غذا بخرم فعلا نمیرم. بیار یا لکسوس تو بیار. ماکسیما او مای گاد. جدید ماکسیما هست. ای کاش پارسا یه پمپ بنزین وای میستادیم رو هوا. یه بنزین میزدیم. بیا سوارم. آره بیا بابا بودو پارسا میخوام مشتری بدم پراده تست کنم. گفتم 2 دقیقه دیگه اونجا میتینگه یارو. بابا بیا دیگه کجایی؟ بودو بیا من شاپم که میزدیم. بگو استخدام میشی. تمدید کردن؟ کجایی؟ وایسا ماشین جدید چه از زیباست اصلا. وایسا بابا مردم دیگه. خب اولاغ گاوی و همین الان غذامو پر کردم. فضا بابا دکترم رفت دیگه. آخه پارسا ماشین رو میخوام بفروشم. تو ماشین فروش من بهت نشون میدم. یه مشتری برات پیدا میکنم جلو خودش میکشم. ببر دیگه منو. بیارش اینجا. پارسا خیلی گویی. بگیر پارسا دوکی رو میاری یا جی بزنم؟ جی زدم بود تو هم که کو امین عکسش رو بفرست ببینم. بیابون افتادم دیگه آخه با اون پرتابه که تو کردی منو. دمش سلمونی. بیا اینجا. دیدی دارم سینک میزنم. بگو بدون کار اداری اگه میشه بکن. داره یه ماشین میریم بفروشیم. از روش نیستم و این برای نه برا من روشی. اینجا برا من. اوکی. آره امین چی شد؟ امین چرا اینجوری؟ پارسا دافه با توه. رفته به مامانش میگه سیب نقالی. دارم میام بابا مردم. پارسای اسکول با 300 تا سرعت زد من دوستان ناهنگی میقلید ناهنگی بده بخوریم. تو که دوباره مردی. حالا من تو رو ریوایو کردم حالا این مرد.
میقالی نوبتی مثل که آره اینا میقالی مردنشون چیز داره. یه مارسین که تو به شور برای من میزنه فرد اینجا نیست. what the fuck. میخوای من آه پارسا دختره با تو بود، دختره با تو حرف میزد میگه نالنگی. جانم دست شما درد نکنه. مرسی. دوکی جان سیب میقلی؟ تو بیا اینو بقلی. دست شما درد نکنه. شما سیب میقلی؟ بینو بخور بینو نکن بیا دست بیا جای بیلیستی بدم. جانم عزیزم. چطوری دانیال؟ خوبی؟ قربونت شما خوبی؟ دست در تو هم گشتم با پول نداشت. آره کجایی؟ خانم دکتر مجرده. من دفتر ایجلم یه سرخری بیا. کجا؟ سطحی پیشنهاد و بوم دارم. من تره 626 دفتر لجن. پول قدات نداری. آها اوکی من الان میام. من قربونت بالاخره ماشین که شما سیب نمیقلی؟ با یه حرکت ماشین اوری شد. حال کن بالاخره ماشین تو ماشین دیگه. ماشین پیکان ماشینه. بی ام و ماشین. شرکت اسکای سکیوریتی به علت مسافرت تا 20 فروردین تعطیل میباشه. داره میره خارج. این خانم دکتر چقدر خوب میرونه موتور. گوش بده. ای 120 مینی کوین گرفتیم اینو. حرفه تعمیرو. این 120 بله. 120 تا. و من پول دادم ماکسیما گرفتم گوه اضافه خوردم دیگه. منم همینطور. یه گوی خوردم که دیگه خوردن. خب آقا دست شما درد نکنه ان شاء الله. برداشتم اینو ببین. بذار محمد بگم بیاد. محمد پارسا بودو میخوام ماشین هم سند بزنم. وایسا محمد رو بهشون بدم چه اشتباهی کردم. 70%. 70%. البته خیلی راها خیلی جاها به درد میخوره. صدات نمیاد پارس. همه چی میتونی تعمیر کنی؟ آره دیگه موتور ماشین. این چی آوردی؟ این بنده خدا یه غلطی کرد. دائمه؟ اشتباهی اینو خرید داره حالا غلط کردن افتادیم. دائمه این؟ آره دائمه ولی خب پولو برید دور بهتره. چیه؟ لش کرد. پارسا بیا دیگه. چیزی میبردین چیه؟ ببین پولتو میریختی تو چای دستشویی سیفون هم میکشیدی روش بهتر از اینه که یه دونه پاک بخرید. آقا خداحافظ. ببین الان به محمد میگم گم شو خونه ریدم دمت. بیا نگاه کن یکی هم میزنی همه سگا وای میستن صاحبشون کمک میکنن بنده خدا فرار میکنه. نه اینو بردم خونه خودم گفتم به خونه دست نکن. اولاغه هی دارم میگم بیا دارم سند ماشین 2-3 میلیونی میزنم نشستی به دکتر سگ نشون میدی. سرت تو امن بگو بیاد. بارسا این 200 ایلیا چطور ایلیا؟ بارسا این لکسوس 200 هم نمیده که. اپتیما بهتره لکسوسه پارسا. پارسا میخوای پرادو میگم پرادو اپتیما تو بابا لکسوس تو با اپتیمای امین عوض کن. میخوای امین اگه میگی پرادو اپتیما ماشین خیلی بدیه اصلا راه نمیره این چیه کردی پاچه ما بیا همین الان عوض کن. ایلیا گرن